دوستان، اگر آموزش این بافت زیبا همراه با شابلون‌گذاری رو میخواین، آموزش ما رو مشاهده کنید. خب برای اینکه میکروسیمتمون رو تهیه بکنیم، ما الان میکروسیمت 2 جزئی رو انتخاب کردیم برای کارمون، چون سخت‌تر میشه موقعی که آماده میشه و بهتر هستش. میکروسیمت رو باید با یک هاردنر قاطی بکنیم و همچنین آب بهش قاطی بکنیم تا به اون غلظتی که میخوایم در بیاد و ازش استفاده بکنیم. درصد تقسیمش و اختلاطش هم به این صورت هستش که هر کارخونه متفاوته، یعنی بر حسب اون دستور کارخونه که هستش ما میایم و اینو قاطی میکنیم و آماده میکنیم. خب میکروسیمت رو به مقداری که لازم داشتیم داخل این سطح ریختیم، بهش هاردنرش رو اضافه میکنیم. شروع میکنیم به مخلوط کردن. بعد به مقداری که لازم داریم آب رو به این مخلوطمون اضافه میکنیم تا به اون غلظتی که میخوایم برسه. این هم دوباره میتونیم بر دستورات کارخونه هر چی که هست بر طبق دستور کارخونه اینو آماده کنیم و اینو هم میزنیم تا به اون غلظتی که میخوایم برسه.